دوستانی بسیار گرامی، حاضرین محترم، چون یک یادبود سادنی از 75 سالگی احمد ظاهر است، من با خواهش تشکیل کنندگان یک گزارش کوتاه درباره این موضوع دارم. پیش از همه میخواستم سه نکته تبریکی را ذکر کنم. اول این سالگرد بزرگ را به همه مخلصان، به همه دوستداران تبریک گویم، زیرا اینکه ما محفل میکنیم، میشینیم، میسراییم، بازخوانی میکنیم، همه این گواهی آن است که احمد ظاهر آنطوری که خود خوانده بود از شعر استاد خلیل الله خلیلی، نام که جاوید شد مردنش آسان کجاست، یک نام جاوید را سزاوار شده است. دوم، نشر این کتاب بسیار خوب را برای همگان تبریک میگویم، زیرا سلطان حمد در سطح هم ایران هم افغانستان تمام حوزه فارسی زبان بیشتر از همه احمد ظاهر را تحقیق کرده است و من با احمد ظاهر شناسان افغانستان هم صحبت داشتند. اونا میگفتند که در این سطح دقت و وسعت احمد ظاهر حتی در اونجا آموخته نشده است که دهها کتاب تحقیقی درباره تمام پهلوهای فعالیتی این مرد هنر نوشته شده باشد. و سوم، ادامه یافتن این مکتب خوب رو که مکتب سلطان حمد، عنعنه سلطان حمد رو که فرزندان خوبی اون، فرزندان شایسته و سزاوار، دوستان، پیروان، مخلصانش ادامه میدهند، تبریک میگویم، زیرا تنها مخلصان هوشیار و دوستانی سزاوار میتوانند چنین یک اقدام بکنند. خب درباره احمد ظاهر و حوزه ادبی ما و رابطه های ادبی ما که کار من این است در این باره چند سخن اگر گویم. احمد ظاهر یک شخصیتی بسیار جنبه‌ای بود. خیلی اینجا نماینده محترم سفارت فرمودند از چندین نظر می شود به احمد ظاهر نگاه کرد. برای هنرمندان او هنر است، برای آهنگسازان آهنگ، برای عاشقان عشق است، برای سوختگان سوز است، برای شوریدگان شور و برای کسانی که دردمندند درد است، تسکین است، برای سیاستمداران سیاست است، برای اندیشه‌وران اندیشه. و بنابراین اگر از نگاه فقط ادبیات نگاه کنیم کافی است که ساعت‌ها صحبت کنیم. اولین نکته که در مسئله ادبیات ما در ایجادیات احمد ظاهر میبینیم این است که یک فراگیری بسیار بزرگ هست، یعنی یک جغرافیایی که احمد ظاهر فرا گرفته است نهایت حیرت آور است. اون به تمامی بزرگی حوزه زبان فارسی و ادبیات ماست، زیرا هم شعر افغانستان، هم شعر تاجیکستان، هم شعر ایران، پاکستان، هند، شعر آسیای مرکزی، قفقاز و شعر شاعران ساکن اروپا رو هم، شاعران فارسی زبان ساکن اروپا رو هم فرا گرفته است و این یک وسعت حیرت آور است. طبق حسابی که استاد سلطان حمد انجام دادن از 104 شاعر حدوداً شعر خوانده است و این 104 نفر از تمام حوزه ها هست و اگر همین 10 شاعر اولی رو که بیشتر از همه بیش از 10 سرود یا 9-10 سرود احمد ظاهر از اونها خوانده باشد، من یادداشت کردم. پیش از همه لاهوتی که 16 سرود از لاهوتی سرود است و سپس عبدالحمید ادا و مولانا جلال الدین بلخی، این سه شاعری که بیشترین سرود را از اونها احمد ظاهر انتخاب کرده است و سپس میان فروغ فرخزاد، رهی معیری، احمد شاه اظهر و سیمین بهبهانی، حافظ، خلیل الله خلیلی و سعدی. این 10 شاعر اولی که احمد ظاهر حدوداً 10 سرودی از اونها سروده است. ببینید که یک جغرافیای فراگیری تمام این منطقه است. البته از شبه قاره هند هم، چی از امیر خسرو دهلوی، چی از صایب، چی از اقبال لاهوری و دیگر شاعرای که کمتر شناختم برای ما در حوزه فارسی زبان هند و پاکستان، از اونجا هم انتخاب های زیاد دارد. و اگر شعری
شوروی، دوره شوروی تاجیک کمتر فرا گرفته شده باشد، این بیشتر به آن مربوط است که رابطه ها محدودتر بود، الفبا فرق میکرد، کتاب ها کمتر چاپ میشد. با وجود این احمد ظاهر این حوزه رو هم فرا گرفته است. ما چند طوری گفتیم بیشترین سرودها رو از استاد ابوالقاسم لاهوتی سروده است و از استاد میرزا ترسونزاده دو سرودی مشهوری اون کس است و از استاد عبدالله قادری و اون سرودی بسیار پرمعنی و زیبایی ای تیری غمت را دل عشاق نشانم از خیالی بخاری است که از این حوزه است. خلاصه فراگیری بسیار بزرگ داشته است و این دو نکته را نشان می‌دهد. اول اینکه این شخصیت چقدر مطالعه و آشنایی بزرگ با این حوزه ادبیات داشته است، این یک. دوم اینکه یک نگاهی فرامرزی و فراملی و یک نگاه در سطح یعنی تمدنی بزرگی ما داشته است که نه مرز میشناخته است نه دیگر چی و به این معنا او یک محصول یک تمدنی همگانی ماست. خب نکته دومی که خیلی حیرت آور است در نگاه احمد ظاهر به این ادبیات طولی فراگیری است که از شاعران قدیمی کلاسیکی ما تا شاعران معاصر و تا شاعران همزمان خود که در همون روز مطرح بودند فرا گرفته است. سوم از نظر خودی سبک ها و مکتب ها اگر گیریم تمام سبک های ادبی ما رو فرا گرفته است. خصوصا یک چیز خیلی فرق کننده این است که هم شعر سنتی وزن و قافیه دار را خوب سروده است، هم شعر نوی آزاد را بسیار خوب سروده است. در کنار آن که مولانا و حافظ و بیدل و سعدی را مطرح کرده سروده است، همچنین باز میاد از فروغ و سیمین و سایه و دیگر شاعران معاصر ایران که سبک نوین می نوشتند، شعر سفید می نوشتند، اونا را هم به یک زیبایی و نوآوری سروده است. بنابراین از نظر سبک و مکتب ها و شکل های شعری هم این یک فراگیری خیلی عجیبی دارد. و دیگر از نظر چهارم از نظر زیبایی شناسی، شما وقتی که میبینید احمد ظاهر مثل یک باغبان بسیار هوشمند زیباترین گلهای این بوستان را چیده است، یعنی از همین بحر بزرگ بیکرار ادبیات فارسی بهترین نمونه ها را آورده است و خوانده است و مطرح کرده است و خود همین آثاری که احمد ظاهر خوانده است میتوان گفت که یک گلدسته ای از تمام ادبیات ماست و زیباترین ها را انتخاب کرده است که اینجا مثال های زیادی را نوشتم که اینجا نمیخوانیم چون وقتی زیاد میگیرد. و پنجم نکته بسیار مهمی که شخصیت احمد ظاهر را مطرح میکند این است که انتخاب های بسیار پرمعنی داشته است. یعنی این بحرانی که امروز مثلا موسیقی ما دارد که شعرهای پوچ گاه خوانده میشن، شعرهای سبوک خوانده میشن، شعرهایی که کمتر پیام دارن، ولی احمد ظاهر بسیار شعرهایی رو انتخاب کرده است که هم پیامی انسانی دارد، پیام ها و ارزش های بزرگی بشری را مطرح میکند، هم پیام های اجتماعی دارد، معناهای بسیار بزرگ سازنده دارد. بنابراین این انتخاب ها من فکر میکنم که یک انتخاب آگاهانه بوده است. مثلا وقتی که چو پا داری برو دست بجنبان تو را بی دست و پایی مصلحت نیست، این یک پیام بسیار بزرگ برای همه جوانای ما است که وقتی که همراه با موسیقی زیبا و این سرود همین مضمون عالی هم وارد جهان یک جوان میشد که تو را بی دست و پایی مصلحت نیست. و یا همین غزلی که ذکر کردیم ای تیری غمت را دل عشاق نشانه، یک نقد بزرگ به دینداری ما هست. مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه و یک فکری، یک دیدگاه اصلاح طلبی هست که به طریق این موسیقی احمد ظاهر مطرح میکنه درباره دینداری های ما. یا اگر همه شما یاد دارید که وقتی که فشار روزگار اگر سر ما بود است، هر یکی ما بارها از دل گذرانده ایم که گر فشار روزگار آبد کند مسکین مباش، مرد باشه خسته دل شرمندگی در کار نیست. یا این سرودها وقتی که خوانده شدن عمومی شدن برای بسیاری ها یک شعار در زندگیشون شدن. زندگی آخر سرایت
بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست. این پیام لاهوتی را احمد ظاهر چقدر عمومی کرد و به یک پیام و شعار زندگی بسیاری ها تبدیل داد. بنابراین من فکر میکنم که این پیام ها، این انتخاب ها یک انتخاب های هدفمندی بودن که احمد ظاهر را همچون یک هنرمندی دارای دیدگاهی مشخص اجتماعی و سیاسی هم مطرح میکند. باز دیگر سرودهای صرفاً سیاسی هم دارد، صرفاً کارگری و به طور دوره شوروی پرولتاری هم دارد، مثل سرودها درباره کارگر که حالا او را نگوییم. خب بنابراین این جنبه دیگر، جنبه بسیار ظریف دیگری که شاید ما با اون کمتر اهمیت دادیم در نگاه احمد ظاهر به ادبیات ما، فراگیری ادبیات شفاهی مردم. یعنی یک بخش بزرگ آثاری که خوانده است از فولکلور، از ترانه های مردمی، ترانه های سنتی و محلی مردمی، اما وقتی که احمد ظاهر اونها رو در یک سطح بلند خواند، این ترانه ها دوباره زنده شدند، دوباره مردمی شدند، دوباره عمومی شدند، از حوزه های محلی برآمدن به حوزه بزرگی عمومی تمدن ما پیوستند. مثلا همین سرودی کجکی ابروت نیشی کجدم است. حالا ببینید که حالا آوازخوان‌های رقم 1 ایران اخیراً این رو گشته خواندند، بازم در سطح احمد ظاهر نخواندند، اما این به این معناست که این سرود چگونه عمومی شد برای تمدن ما. در تاجیکستان هم همینگوری سرودی لیلی لیلی جان که یک سرودی محلی بود، حالا در تمام بزم و جشن‌های تاجیکستان خوانده میشد، همچنین یک سرودی معمول ترین. بنابراین فولکلور یا ترانه‌های مردمی محلی را احمد ظاهر عمومی تمدنی کرد، معرفی کرد. و نکته دیگر هفتم که اینجا ذکر کردم، درست خواندن، درست تلفظ کردن، درک وزن، قافیه، خود معنای شعر. یک پدیده دیگر است که احمد ظاهر اون رو ارائه کرده است، زیرا امروز این مسئله برای ما یک مسئله بسیار جدی هست که بسیار خواننده‌هایی که حتی ستاره میگوییم نه درست میخوانند، تلفظی درست ندارند، کشیشی درستی سخن رو گاهی رعایت نمیکنند. ولی احمد ظاهر خیلی نادر بود که اگر احمد ظاهر اشتباه تکنیکی در تلفظ یگان شعر کنه. 3-4 جایی هست که اگر جشن نمی بود ما او را نام میبردیم، ولی استاد بیرنگ کوهدامنی یک صحبت داشتن، گفتن که وقتی که من در تلویزیون افغانستان در یک صحبت گفتم که همین باده ها خالی است، خالی است، اصلا معنا نداره، باده که خالی نمیشد، شیشه ها خالی باست حتما. گفت که این اعراض به احمد ظاهر گرفتم، احمد ظاهر چنین خطا کرد، گفتم مخلصان چند ماه مرا محکوم کردن که تو از احمد ظاهر اشتباه یافتی. برای همین بعضی جایی هست، مثلا همین شعر سیمین وای من بهودم، در این جا یک دو جاش مثلا احمد ظاهر تلفظی کشیش مثلا و کاری تکنیک است. یا یک چیزی عجیب است که همین شعر استاد ترسونزاده همین کافی است که احمد ظاهر خوانده است، در اونجا نوشتم پخش کردم مهر ماندم دست بی گفتار. یعنی استاد ترسونزاده هم چه یک شخص اداری چون مکتوب می نویسد بعد امضا میکرد با مهر میزند، نوشتم مهر پخش کردم مهر. احمد ظاهری وقتی خواندن میگه که نوشتم پخش کردم مهر، چون که مهر شاید مطرح نبود از برایش که چی از مهر پخش میکند. خب بنابراین این خیلی جا است. یا همین دو بیتی بزرگ اقبال رو که سحر میگفت بلبل باغبان را در این گل جز نهال غم نگیرد، میگه در این خاک جز نهال غم نروید. شاید خواسته است که معناش فهموتر کند برای مردم، یکی اونجا وزنش و قافیه‌اش و همش، ولی اینا مهم نیست. این در تمام این بحر بزرگ سرودهاش یکی دو تا سه تا جا فقط باشه، ولی احمد ظاهر یک استانداردی بلندی درست خواندن است که هر یک خواننده ما اگر همون گونه درک و تلفظ داشته باشد بسیار خوب است. و نکته هشتم این است که خود احمد ظاهر شاعر بود، یعنی اون فقط یک خواننده یک آوازخوان نبود، شاعری بسیار قوی بود، آثاری شعری هم از او مانده است، از جمله بخش از سرودهای خودش را خودش نوشته است، خودش به آهنگ انداخته است. از جمله سرودی مشهوری ای خدا مادری من باز ببنده، یک سرودی اشکهای من همچون قطره های بارانند. اینا سرودهایی که از شعرهای خود احمد ظاهرند. بنابراین او همچون شاعر
یک صلاحیت انتخاب و درکی سخن داشته است. این مهم است. و نکته نهم این است که از نظر رابطه‌های هنری و موسیقی احمد ظاهر نقش بزرگی در این حوزه داشته است. اصلا اگر تاریخ موسیقی تاجیک سالهای 80 و 90 بینید، دو هنرمندی بزرگ این حوزه، یکی احمد ظاهر و یکی گوگوش، یک تکانی بزرگ در موسیقی تاجیک دادند. اکثر هنرمندان یک نسل ما با احمد ظاهر خوانی ستاره شدند، با احمد ظاهر خوانی روی پا شدند و حتی محفل‌های نوارهای بسیار نادر از محفل‌های ما در سالهای 80 است، مثلا در توی‌ها، در معرکه‌ها، دوست مراد علیف و تاج الدین محی‌الدین، خطیچه عبدالحلیم و یا کرامت الله قربان که تمام احمد ظاهر را بازخوانی کردن در محفل‌های مردمی. یعنی اینا با احمد ظاهر خوانی آمدن روی صحنه و بعداً شدن آفیس‌های یا ستاره‌های بزرگ. یعنی گفتنی بودم که یک تحول بزرگ در موسیقی تاجیک هم احمد ظاهر به وجود آورد. همون حوزه بزرگی که پشت اون استادانی بزرگ بودن، موسیقی هند بود، موسیقی حوزه پاکستان و هند، موسیقی خود افغانستان، احمد ظاهر این سینتزی بزرگ رو واردی این محیط موسیقی ما کرد. این خیلی مهم است. و در نهایت از نظر خودی رابطه های ادبی گویم احمد ظاهر یک پولی بسیار سیر تردد شد که شعرهای ما را به هم دیگر معرفی کرد، شاعران ما را به هم دیگر معرفی کرد، مفهومها را عمومی کرد، ارزشها را عمومی کرد و در یگانه شدن یعنی این حوزه نقش بسیار بزرگ داشت. اگر ما ملک شهر و بهار را کسی شاید نداند، ولی من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید را همه میدونیم. شاید اگر کسی نداند شاعر با نام ادا هست یا نیست، ولی کردم ناله بسه از پی هم نفسه در همه محفل‌های تاجیکی خوانده میشد. و یا لاهوتی فقط سوزی دلم رو در جهان پروانه میدونه در همه جا خوانده میشد. حالا ما حتی فکر نمیکنیم از کیست. و در نهایت نقطه نهایی این است که احمد ظاهر همین گونه با چنین وسعت نظر و تمام این حوزه تمدنی قرار داشته است. مثلا وقتی که غزل سعدی ای ساربان آهستران را میخواند و در تاجیکستان گوش میکنند، دیگر سوال پیش نمیآید که مؤلف از کجاست، آهنگساز از کجاست، سراینده از کجاست، شنونده از کجاست. بنابراین احمد ظاهر یک جوابی بسیار استوار و روشن به کسانی است که این حوزه را جدا میپندارند، حوزه ها را از هم دور میپندارند و این منادی آن است که ما همه از یک حوزه ایم، ما هم از یک فرهنگیم و احمد ظاهر با چنین یک نقش در تاریخ رابطه‌های ادبی و فرهنگی و موسیقی ما مانده است.